اگه ماشین لباسشویی تو خونه راه میره همیشه مشکل جدی نیست، این کارا رو انجام بده. اول از همه پایه‌های پشت دستگاه رو کامل باید ببندید تا به بالا بچسبه. برای تنظیم کردن پایه‌های جلو دستگاه رو تکون میدیم و به هر طرفی که لرزش داشت پایه همون سمت رو باز میکنیم تا پایه کاملا روی زمین فیکس بشه. اگه لاستیک دستگاهتون خیلی خشک باشه و فرسوده باشه حتما باید در بیارید لاستیکو و با لاستیک نو جابجاش کنید. اگه لباسشویی تراز کردی و باز هم داشت میلرزید دیگه ایراد از کمک هاست. کمک اصلا نباید خیلی نرم باشه، باید حالت سفتی خودش رو داشته باشه. فیلتر تخلیه دستگاهتون رو هر 30 الی 40 بار که ازش استفاده میکنید حتما یک بار تمیز کنید. اگر تمیز نکنید آب خوب تخلیه نمیکنه و باعث میشه که آب داخل دستگاهتون بمونه و لرزش بیفته. و در آخر براتون یه مینی دوره کاملا رایگان ایبیابی طراحی کردم که میتونید خودتون لوازم خونگیتون رو سرویس کنید که نیازی به هزینه اضافی هم نداشته باشه. شرط دریافتش هم اینه که منو فالو کنی و عدد 100 رو برام توی کامنت ها بفرستی.